10 اکتبر 2008 بود که فیلم سینمایی یک مشت دروغ با بازی گلشیفته فراهانی در کنار بازیگر مطرح هالیوود یعنی لئوناردو دیکاپریو پخش شد. لئوناردو بعد از این فیلم توی رسانه‌ها از استعداد گلشیفته تعریف زیادی کرد و این قضیه برای کشور ما خیلی باعث افتخار بود. ولی زمانی که گلشیفته به ایران برگشت نه تنها خبری از تعریف و تمجید نبود بلکه ممنوع خروج هم شد. هرچند که گلشیفته توی این فیلم حضور طولانی نداشت و تا جای امکان حجابش هم رعایت شده بود، ولی با این اوصاف توی دادگاه انقلاب حضور پیدا کرد. از طرفی هم به خاطر بازی درخشانش در سینمای هالیوود پیشنهادات خارجی زیادی به سمتش اومده بود. خلاصه این که گلشیفته دوتا را بیشتر نداشت. یا باید توی ایران میموند و این فشارها و محدودیتها رو تحمل میکرد و از شکوفا شدن استعدادش تا حدودی جلوگیری میکرد، یا باید به هالیوود میرفت و استعداد و توانایی بازیگری حرفه‌ایش رو اونجا به نمایش میگذاشت و روز به روز موفق‌تر و مشهورتر میشد. گلشیفته راه دوم رو انتخاب کرد. اون امروزه توی سینمای هالیوود به قدری درخشیده که شاید الان لقب مشهورترین و موفقترین بازیگر زن ایرانی رو توی سینمای هالیوود به خودش بگیره. همونطور که میدونید اکثر بازیگرها در سینمای هالیوود مخصوصاً زنها یه سری فیلم‌های جنجالی توی کارنامه‌شون دارن که این قضیه توی فرهنگ اونها تقریباً میشه گفت یه چیز عادیه. حالا توی این ویدیو میخوایم از تمام فیلم‌های گلشیفته به 4 تا از جنجالی ترین فیلم‌هاش اشاره کنیم. خب بچه‌ها قبل از هر چیزی لطفاً ویدیو رو لایک کنین، چنل رو ساب کنین که بریم سراغ فیلم ها. شماره 1 فیلم سینمایی دو دوست کمدی و رمانتیک محصول سال 2015 فرانسه به کارگردانی لویی گارل. داستان این فیلم درباره یه پسری به نام محمد هست که عاشق مونا میشه. محمد هر کاری میکنه که توجه مونا رو به خودش جلب بکنه، ولی متاسفانه در زمینه جذب دخترها خیلی ضعیفه و موفق نمیشه. به همین خاطر میره پیش رفیق صمیمیش امیر توی جذب دخترها مهارت بسیار بسیار بالایی داره، ولی از وقتی که مونا با امیر آشنا میشه رقابت عشقی شدیدی بین این دوتا دوست یعنی امیر و محمد شکل میگیره. حالا چیزی که این فیلمو جنجالیش میکنه جدا از روابط همزمان مونا با این دوتا دوست یک سری سکانس های مینی خاک برسری داره که مناسب مخاطبین زیر 18 سال نیست. یعنی تو بعضی از سکانس ها بازیگران داخل صحنه هیچ لباسی بر تن ندارن و لخت مادرزاد میان جلو چشات و توصیه میکنم که به هیچ عنوان این فیلمو با خانواده نبینین، چون بلا استثنا یه چک از باباتون میخورید. شماره 2 فیلم سینمایی درست شبیه یک زن کمدی و درام محصول سال 2012 آمریکا به کارگردانی رشید بوشارپ. داستان این فیلم درباره 2 تا زن هست که از شوهراشون جدا شدن و الان تنها زندگی میکنن. این 2 زن توی شیکاگو با هم دیگه آشنا میشن و متوجه میشن که گذشته تقریبا مشابهی داشتن و با هم دیگه میرن دنبال هدف مشترکشون، یعنی غیر دادن رقصیدن. گلشیفته فراهانی توی این فیلم نقش یک زن عرب رو بازی میکنه که همراه دوستش توی عروسی ها و نامزدی ها و پارتی ها و مراسم ها رقص های عربی اجرا میکنه و واسه ملت شیک میزنه و پول در میاره و روز به روز هم پولشون بیشتر میشه. حالا چیزی که این فیلمو جنجالیش میکنه اینه که این 2 تا زن توی این مسیر رسیدن به هدفشون بارها و بارها توسط مردهای مختلف مورد تعرض قرار گرفتن و تهدید و اذیت شدن و در کل این فیلم یه سری سکانس های دیگه هم داشته که در پلیلیست فیلم های جنجالی قرار میگیره. شماره 3
فیلم سینمایی سنگ صبور، جنگی و درام، محصول سال 2012 فرانسه و افغانستان به کارگردانی عتیق رحیمی. این فیلم افغانستان جنگ زده رو روایت میکنه. در این فیلم زنی رو نشون میده که در زمان جنگ در یک اتاق مخروبه زندگی میکنه و از شوهرش که مجروح شده و زندگی نباتی داره مراقبت میکنه. همه ساکنان اون محل رفتن و اونها رو تنها گذاشتن، ولی گلشیفته عین یک مرد کنار شوهرش مونده و داره ازش مراقبت میکنه. طی این فیلم گلشیفته با شوهرش درد و دلهای زیادی میکنه که اصلاً اسم فیلم هم مربوط میشه به همین سکانس ها. البته این حرف ها و درد و دل ها صرفاً گلایه های زن و شوهری نیست، بلکه یه جورایی از زبون تمام زنان افغانستانیه. این فیلم بیشتر درباره ظلمی که زنها توی افغانستان میشه و حاکم بودن مرد سالاری توی این کشور صحبت میکنه. حالا چیزی که این فیلم رو جنجالیش میکنه اینه که گلشیفته فراهانی از شدت بیپولی و شرایط مالی بدی که داشته مجبور میشه با یک سرباز جوان رابطه جنسی داشته باشه که بتونه نیازهای مالی و معیشتیش رو برطرف بکنه. شماره 4 فیلم سینمایی دختران خورشید، جنگی و اکشن، محصول سال 2018 فرانسه به کارگردانی اوا حسن. این فیلم جنایت‌های داعش رو در کردستان عراق روایت میکنه. گلشیفته فراهانی توی این فیلم نقش مادری به نام بهار رو بازی میکنه که پسرش توسط داعشی‌ها گروگان گرفته شده. توی این روستا زنها به خاطر ظلم‌های فراوانی که داعش بهشون کرده یک گروهی تشکیل دادن به اسم دختران خورشید که رهبر این گروه گلشیفته هستش. هدف این گروه مبارزه با داعش و گرفتن انتقام خون عزیزانشونه و در کنار اینها گلشیفته بتونه پسرش رو هم پیدا بکنه. حالا چیزی که این فیلمو جنجالیش میکنه اینه که گلشیفته و خواهرش توسط داعشی‌ها مورد تعرض و اذیت و آزار قرار میگیرن که در نهایت منجر به خودکشی خواهر بهار میشه. خب رفقا، مرسی که تا پایان این ویدیو با من همراه بودین. برای حمایت از من لطفاً ویدیو رو لایک و چنل رو ساب کنین و منتظر ویدیوهای بعدی ما باشید.